نهاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با تکرار به توجه شهروندان و مهمانان کشور میرساند که در قطعه‌های راه‌های ماشینگرد دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه لخش، کولاب درواز، ونج خوروغ اشکوشن، خوروغ مرغوب به سبب بارشات شدید خطر لغزش ترمه باقی مانده است. 3 ینور سال 2022 در کیلومترهای 61، 62، 63، 65، 66، 69 و 70 راه دوشنبه ورزوب که از طریق قلمرد میخوره، هوشیاری و اشتر نویه ورزوب میگذرد، لغزش ترمه به قید گرفته شد. همچنین در کیلومترهای 6، 7، 8 موضع نوادک و 15 کیلومتری موضع جماعت غریبشو شعباز نویه شغنان و کیلومتر 498 موضع سنابود جماعت دیهات عبدالوصیف نویه روشاد ولایت مختار کوهستان بدخشان صبح امروز 4 ینور لغزش ترمه ثبت شد. حادثه‌های ترمه‌ریزی سبب گردید که راه خوروغ اشکوشن موقتا بسته شود. در عین زمان کارها برای برطرف نمودن پیامدهای لغزش ترمه در کل راه‌ها ادامه دارد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده به علت فرآمدن ترمه زیاد راه‌های دوشنبه خوجند و دوشنبه خوروغ موقتا بسته شدند. راه دوشنبه خوجند امروز 4 ینور قسما باز شد. برای تازه کردن راه‌ها تکنیک مخصوص وزارت نقلیات تاجیکستان، خدمات راه شرکت IRS و نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در نوبتداری شبانه روزی قرار دارند جلب شدند. شبانه روز گذشته نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده که حالا در نظام شدید فعالیت کار می‌کنند همراه با کارمندان وزارت کارهای داخلی و خدمات راه شرکت IRS رانندگان و مسافران 26 ماشین را که در راه ماشینگرد دوشنبه ورزوب در مانده بودند به مکان امن انتقال دادند. بر اثر لغزش ترمه در منطقه‌های گوناگون کشور هیچ تلفات جانی و خسارات دیگر به قید گرفته نشده است. با مقصد تأمین بخطری رانندگان در راه‌ها در این زمستان سرد و رساندن یاری تعجیلی در حالت‌های فوق‌العاده قطعه‌های گوناگون راه از جانب نجات دهندگان واحدهای زودعمل کمیته منتظم زیر نظارت گرفته شده کارمندان شبانه روزی نوبتداری می‌کنند. این تدبیرها در دوره خوف روی دادن فلاکت در راه‌ها که از خنکی و باریدن برف به عمل آمدند ضرورند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری از حادثه‌های ناخوش و به خصوص هلاکت آدمان از اهالی و مهمانان کشور با احترام خواهش می‌کند که بی ضرورت از طریق راه‌های عقبه و منطقه‌های ترمخیز سفر نکنند. از اهالی منطقه‌های کوهی و نزد کوهی خواهش می‌شود مدت تا برطرف شدن خوف و خطر لغزش ترمه از جمع‌آوری اعزام، چارواچرانی، شکار و ماهیداری خودداری نمایند.